مردم آنچه که الان در خاورمیانه اتفاق می‌افتد کاملاً دیوانه‌وار است و بیشتر رسانه‌های اینجا صرفاً سکوت کردند. پاکستان اعلام کرده است که در صورت لزوم با سلاح‌های هسته‌ای به اسرائیل حمله خواهد کرد. بله درست شنیدید، سلاح‌های هسته‌ای. و همزمان ایران برای اولین بار موشک‌های فوق پیشرفته جدید خود را مستقیماً به سمت اسرائیل شلیک می‌کند. اوضاع کاملاً رو به وخامت است. اما چگونه این اتفاق افتاد؟ پاکستان و افغانستان اکنون از ایران حمایت نظامی می‌کنند. و در حالی که بسیاری فکر می‌کردند ایران ضعیف شده است، عکس این اتفاق می‌افتد. این کشور به موشک‌های مدرن و مافوق سوت متکی است که رهگیری آنها تقریباً غیرممکن است. و اسرائیل سیستم دفاع هوایی آن کاملاً از کار افتاده است. و اوضاع حتی شدیدتر هم می‌شود. این موشک‌های جدید ایران که انتقام نامیده می‌شوند. شوخی نیست. به گفته رسانه‌هایی مانند اکونومیک تایمز آنها دقیق، سریع، غیرقابل توقف هستند و تلاویو و حیفا و اورشلیم را هدف قرار می‌دهند. اکنون صدها ویدیو به صورت آنلاین وجود دارد که این ضربات را نشان می‌دهد. اما به سختی کسی اینجا در مورد آن صحبت می‌کند. چرا این موضوع اینقدر مهم است؟ چون این ابر موشک‌ها چهره جنگ را تغییر می‌دهند. موشک‌های قدیمی به صورت انبوه در حال پرواز هستند. آنها برای غلبه بر دفاع اسرائیل طراحی شدند. و در این بین سلاح‌های پیشرفته با تمام قدرت شلیک می‌شوند. اسرائیل باید برای هر موشک 2 یا 3 موشک دفاعی شلیک کند. این در درازمدت ناپایدار است. و این تازه اول راه است. اگر پاکستان الان جدی شود، اگر سناریوی هسته‌ای واقعاً روی میز باشد، پس ما در مورد یک جنگ منطقه‌های بزرگ صحبت می‌کنیم. شاید حتی بیشتر. جهان در نقطه خطرناکی قرار دارد.